صبح جمعه شما بخیر. 11مین برنامه گلچین هفته را با هدیه‌ای از شیراز آغاز می‌کنیم. شراب و نرگس نیست. از شراب گیراتر و از نرگس خوشبوتر است. ترانه‌ای است که مرضیه خوانده است. مرضیه از شیراز؟ بله. این ترانه را که آهنگ آن از علی جعفریان و شعر آن از محمد علی بهمنی است، مرضیه با ارکستر رادیو تلویزیون فارس خوانده و احمد مشرفی همکار صدابردار ما در شیراز آن را ضبط کرده است. ترانه بهانه‌ها با صدای مرضیه. کم بهانه ها بهانه ماست، زیر و بم این ترانه ها بهانه ماست. این بیش و کم بهانه ها بهانه ماست، زیر و بم این ترانه ها بهانه ماست. پایان هر قصه آغاز بهانه، کمی فرصت گفتن، خیلی کمی فاصله موندن و رفتن. حرفا نگفته میمونه، بس کمی فرصت گفتن. آمدن و رفتن ما فقط بهانه، قصه ما بهانه های کودکان. ترانه بهانه‌ها را با صدای مرضیه به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون فارس شنیدید. این ترانه چنان که گفتیم هدیه‌ای از شیراز بود.
امیدواریم دیگر همکاران ما در سراسر ایران بهترین نمونه‌های تولید موسیقی خود را برای اولین پخش به برنامه گلچین هفته بفرستند. در برنامه‌های پیش گفتیم که یکی از کارهای تولید موسیقی رادیو ساختن آهنگ بر روی شعر شاعران قدیم و معاصر است. امروز آهنگی را برای شما پخش می‌کنیم که استاد جواد معروفی بر روی چند بند از افسانه نیما ساخته و با صدای سیما بینا به همراهی ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است. ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل، ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من خسته دل در چه کاری؟
یا بربط یا رود هر سه را نام یک ساز دانستند و به قولی آن را خوشنواترین وسایل طرب دانستند. بد نیست بدانید که در حدود 1200 سال پیش موسیقیدان معروفی به نام ابراهیم پسر مهدی پسر منصور برادر هارون الرشید که ملقب به ابو اسحاق عباسی بود میزیسته و داستانهای جالبی از مهارت وی در نواختن عود و خواندن آواز بر جای مانده است. از جمله قصه شیرینی است که از کتاب مروج الذهب نوشته ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی تألیف شده در قرن 4 هجری به ترجمه ابوالقاسم پاینده برای شما نقل می‌کنیم. از جمله اخبار نخبه ابراهیم به هنگام جابجا شدن و نهان زیستن در بغداد حکایت او با مزین است و چنان بود که وقتی مأمون وارد بغداد شد و دیده‌وران به طلب ابراهیم فرستاد و برای هر که او را نشان دهند پولی گزاف تعیین کرد. ابراهیم گوید در یک روز تابستان هنگام ظهر برون شده بودم و نمیدانستم کجا روم تا به کوچه بنبستی رسیدم و سیاهی را بر در خانه‌ای بدیدم. پیش او رفتم و گفتم جایی داری که قسمتی از روز را در آنجا به سر برم؟ گفت بله و در را بگشود و من به اتاق وارد شدم که حصیری پاکیزه و متکای چرمین تمیز داشت. وی مرا نگه داشت و در را به روی من بست و برفت. پنداشتم که او قصه جایزه را شنیده و رفته است که مرا تسلیم کند. در این حال بودم که بیامد و طبقی همراه داشت که چیزهای مورد حاجت از نان و گوشت و دیگ نو و لوازم آن با کوره‌ای پاکیزه و نو در آن بود. به من گفت قربانت شوم، من حجامتگرم و میدانم که چیزهای من به نظر تو کثیف است. این چیزها را که دست نزده‌ام بگیر. من که سخت به غذا احتیاج داشتم برخاستم و دیگی برای خودم پختم که یاد ندارم چیزی خوشمزه تر از آن خورده باشم. پس از آن به من گفت نبیذ می‌خواهی؟ گفتم بد نیست. و او همانطور که درباره غذا کرده بود همه چیز تمیز بیاورد که دست بدان نزده بود. پس از آن به من گفت قربانت شوم، اجازه می دهی نزدیک تو بنشینم و نبیذی بیاورم و به شادمانی تو بخورم؟ گفتم بیا بنشین. وقتی 3 پیمانه بنوشید داخل انباری شد و عودی بیاورد و گفت آقای من، حق من نیست که بگویم آواز بخوانی، ولی حرمت من بر تو واجب است. اگر خواهی بنده خیش را مفتخر کنی و آوازی بخوانی. گفتم از کجا پنداشته ای که من آواز می دانم؟ با تعجب گفت سبحان الله، تو معروفتر از آنی که تو را نشناسم. تو ابراهیم ابن مهدی هستی که مأمون برای کسی که تو را نشان دهد 100,000 درم معین کرده است. وقتی این سخن بگفت عود را برگرفتم و همین که خواستم بخوانم گفت آقای من، آیا چیزی را که من پیشنهاد کنم میخوانی؟ گفتم بگو. پس آواز را که من بهتر از همه کس میخواندم پیشنهاد کرد. گفتم بسیار خوب، مرا شناختی، این آوازها را از کجا میدانی؟ گفت من خدمت اسحاق ابن ابراهیم موصلی میکردم و غالباً میشنیدم از کسانی که آوازی را نکو میخوانند و میدانند نام میبرد
و هرگز باور نمی کردم که آن را در منزل خودم بشنوم. من برای او آواز خواندم و با او هم صحبت شدم و چون شب درآمد از پیش وی برون آمدم. همراه خود کیسه‌ای داشتم که مقداری دینار در آن بود. بدو گفتم این را بگیر و صرف حوائج خود کن و ان شاء الله تعالی بیشتر از این پیش ما خواهی داشت. گفت عجیب است به خدا. من می‌خواستم موجودی خودم را به تو بدهم و تقاضا کنم با قبول آن بزرگواری کنی، ولی مقام تو را بالاتر از این دانستم. وی چیزی از من نپذیرفت و بیامد تا مرا به جایی که می‌خواستم رسانید و بازگشت و دیگر او را ندیدم. داستان ابراهیم پسر مهدی را شنیدید. حالا به عود و آواز عبدالوهاب شهیدی گوش کنید. عزیزم سوزه نام ترانه است بختیاری که ما چند هفته پیش اجرای تازه‌ای از آن را به صورت آهنگ بی کلام پخش کردیم. عبدالوهاب شهیدی در گلهای تازه شماره 155 کلام این ترانه را با حفظ لحن و آهنگ بختیاری به صورت آواز آزاد اجرا کرده که امروز قسمتی از آن را میشنوید. شد راز و مه بلند دل نگیره جاب یارم چی برگ گل خسبی شد راز و مه بلند دل نگیره جان یارم چی برگ گل خسبی عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دست مانون نزن دلم میرزی آسمون کارم مدار یارو بیدار ما میرم پوسش کنم ارخی ببار
شیرینان سازه دست به دست مالو نزن دلم میلرزی شنیدی حافظه شماره 155 بود که با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی اجرا شده است. شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. بر روی فرهنگی ساخته که با صدای اهدیه به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.
دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی دارد. ترانه شاهد را با صدای اهدیه شنیدید. گریه لیلی نام 4 مضرابی است از ساخته‌های اسدالله ملک. این 4 مضراب را استاد جواد معروفی برای ویولون و ارکستر تنظیم کرده و خود آهنگساز آن را با ارکستر اجرا کرده است.
مضراب گریه لیلی اثر اسدالله ملک را شنیدید.
چند بیت از سعدی را در قطعه ضربی با صدای محمودی خنساری همراه ویولون حبیب الله بدیعی و ضرب جهانگیر ملک میشنوید. تو را دیدن ما غم نباشد که در خیلت به اسمان کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم ولیکن چون تو در عالم نباشد. من اول روز دانستم که این که با من میکنی ما کم نباشد. که دانستم که هر گرفتار داری پری را با بنی آدم نباشد. پری را بنی آدم نباشد. که دانستم که هر گرفتار داری پری را با بنی آدم نباشد. پری را بنی آدم نباشد. مکن یارا دلم مجروح مگذار که هیچم در جهان مرکم نباشد. حدیث دوست
با دشمن نگویم که هرگز مدعی محرم نباشد. قطعه ضربی شور را که با صدای محمودی خنساری و ویولون حبیب الله بدیعی و ضرب جهانگیر ملک شنیدید از گلهای تازه شماره 152 انتخاب شده است. خانم معارفی، یکی از هنرآموزان کلاس آواز رادیو، ترانه غم هستی از ساخته‌های جواد لشکری را با شعری از بهادر یگانه می‌خواند.
ترانه غم هستی را با صدای خانم معارفی هنرآموز رادیو شنیدید. امیدواریم در آینده کارهای ارزنده از این خواننده خوش صدا برای شما پخش کنیم. حالا دوستداران صدای شجریان ترانه قدیمی ای خسرو خوبان را که به همراهی گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا شده میشنوند. این ترانه زیبا در راک که یکی از گوشه های ماهور است ساخته شده و بسیار جالب و شنیدنی است. ای خسرو ای خوب ای خسرو ای خوب و نظری سوی دلم کن حریبه زخمی به منه زخمی به منه دل شده بی سر و پا کن یارم زخمی به منه دل شده بی سر و پا بی سر و پا بی سر و پا چه ها کشیدم به جز جفایش وفا ندیدم منم زمانی که یک زمانی به او بگویم غم نمانی اهل درگی
رخساری ز من بپرسد غم که داری رحمی دل شده بی سر و پا بی سر و پا بی سر و پا. ترانه خسرو خوبان را با صدای شجریان شنیدید. برنامه امروز را با رنگی در سگاه از ساخته‌های استاد علی اکبرخان شهنازی به پایان می‌بریم. این رنگ را گروه سماعی اجرا کرده است. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.